ازش صحبت میکنیم. اگر در بگیره دامنه درگیری به جغرافیای ایران قرار محدود بمونه یا باید انتظار داشته باشیم یک جنگ چند وجهی ببینیم علیه منافع جمهوری اسلامی هر کجا که هست و گروه‌های همسو با جمهوری اسلامی؟ بهتر است بگوییم که علیه کشور ایران، برای اینکه این شکلی که وجود داره از آرایش نظامی و همسایگان ایران، درست است که ترکیه هیچ علاقه‌ای به مشارکت چه بر علیه ایران چه همراه با آمریکا داشته باشه و یا اینکه در این میان بازی کنه. میبینیم که کشورهای عرب همه در این اندیشه هستن که این جنگ به وجود نیاد، برای اینکه میتونه اونها رو دامنشون رو به جنگ بکشه. ولی از اونجایی که این شرایطی که در ایران داره پیش میره میتونه تبدیل بشه به یک جنگ داخلی، به یک جنگی که ایران رو بتونه چند پاره کنه، خب خود به خود از اون سو شما خواهیم دید که بخشی از ایران پاکستان مدعیش میشه و میخواد سیستان بلوچستان رو زمینه خاک خودش کنه، یا سیستان بلوچستانی ها به این نتیجه میرسن که بد نیست که با اونجا همکاری کنن. همه این کشورهای همسایه ما گروه‌های نظامی دارن که به نوعی مخالف با جمهوری اسلامی هستن، از کردستان عراق گرفته تا آذربایجان که همیشه یه نگاه بالایی داره از اون بالا و بعدش نمیاد که بخشی از آذربایجان ایران ما از آن خود بکنه. این طرح 6 قسمت شدن ایران همواره در دستور از سال 2009 مورد بررسی قرار گرفته. من از ژنرال وسلی کلارک که یه زمانی نماینده آمریکا در پیمان ناتو بود، یعنی ریاست ناتو رو به عهده داشت، در 2009 پرسیدم که شما نگاهتون به ایران چجوریه؟ گفت ایران مانند یک کشور بزرگیه که مثل یه هلیکوپتر میتونه سقوط بکنه به پایین و از هم بپاشه و این احتمال خیلی زیاده. با اینکه ایران داره قدرت نظامی خودش رو تقویت میکنه، ولی در برابر قدرت نظامی دیگر کشورها این توان رو نخواهد داشت. به این ترتیب شما نگاه بکنید ببینید که چگونه میشه. ایران الان شرایط اقتصادی منطقه رو داشت نگاه میکرد که با مسئله‌ای که در هرمز به وجود میاره نفت رو به جایی رو خواهد رسید که هزینه ها بره بالا، در حالی که آمریکا هم همین مسئله رو بررسی کرده. بله، سپاسگزار از لطف شما. من سپاسگزارم. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا همراه بود. اما در خبری